زندگی یعنی عاشقش بودن با همین حس و حال معمولی توی این خونه زندگی کردن، فیلم و سیگار و خواب و بیپولی. زندگی یعنی عاشقش بودن با همین حس و حال معمولی توی این خونه زندگی کردن، فیلم و سیگار و خواب و بیپولی. خیلی واقعی بوده ها. من و میلاد موسوی شاعر این کار و صابر سپهر شب نشسته بودیم فیلم می‌دیدیم و پول اندازه این داشتیم که فقط سیگار بکشیم و ساعت 10 صبح 11 یعنی تا ساعت 3-4 اونجا بودیم. 10-11 صبح میلاد شعر رو برای من فرستاد تا ساعت 1 و 2 ملودی ساختم. 6 و 7 با یه گیتار زدم خوندم. نگاه کنیم با یه گیتار دارم میزنم میخونم. کاورش هم خوابیدم کف استودیو، بالا عکس گرفتیم، فیلم و اینا ریختن دورم و ساعت 9 شب کار پخش شد. هیچ اتفاق عجیبی هم توش نبوده. آره ولی خیلی ترکون. آره. منم و زندگی این روزا با کتابای شعرم و سازم تو قماری که باخت با من بود، من خودم زندگی